رفتار جالب و باور نکردنی غزال نایت با جاوید شریف و اولین کار مشترک جاوید شریف با غزال نایت. غزال نایت کجاست؟ مصروف چی کار باری است؟ و آهنگ عاشقانه این دو ستاره موسیقی افغانستان. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت. پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. جاوید شریف هنرمند اماسسرا، عاشقانه خوار و بی‌بدیل افغانستان. جاوید در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده. ماماهش حبیب شریف هم از جمله هنرمندان تاپ و محلی خوان کشور است. جاوید شریف در کشور جرمنی زندگی می کند. وی همیشه آهنگهایش عاشقانه بوده است و همه ساله در جشن ولنتاین یک آهنگ عاشقانه برای عاشقان تقدیم می کند. جاوید شریف به کارهای هنری خود ادامه می دهد و آهنگهای جدید، کنسرت‌های جدید و در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می‌کند. جاوید شریف در تازه‌ترین اقدام هنری‌اش خواسته برای اولین بار با غزال نایت، هنرمند دیگر خوش‌صدای کشورمان، کنسرت مشترک را برگزار کند. غزال نایت هم برگزاری کنسرت با جاوید شریف را به کمال میل پذیرفته است و جاوید شریف همیشه خواسته با هنرمندان خانم افغانستان کنسرت برگزار کند. جاوید شریف اولین هنرمندی بود که با آریانا سعید آهنگ دوگانه سرود و نام آریانا سعید را در جامعه هنری افغانستان آوازه کرد. ما هم منتظر برگزاری این کنسرت جاوید شریف و غزال نایت هستیم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقه‌مندان غزال نایت و جاوید شریف به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.